داستان آسکری من نقل کردم که اون رابطش میگفت که ایشون رسول اکرم خواب میبینه یه پینه دوز بود عرض کنه آقا یا رسول الله من خب فرزندتون رو زیارت کنم. خب عمل مصطبه خیلی هست. حضرت فرمودن که اگر بخوای فرزند زیارت کنی صبح و شام حسین رو گریه کن. چه دسته شده؟ شخصی بود من دیدم اینو که گفت در مغازش میشه هستی خب پینه دوزی داشت. الان تماکن میکشید و مرسی هم گریه میکنه صبح شب. ولی نمیستن چرا این کارو میکنه. من گفتم گفت من دیده بودمش. بعد از یک سال راه براش باز میشه. شبای جمعه گفت میشه هست اینقدر گریه میکنه تا آقاتش میبادن دیدنش. پرسن آسته کنیم اگر ما نمیدی چی میشدی؟ گفتم میمردم. گفتم اگه ایجور نبود ما رو نمیدی. یعنی باید ضرورت خدا کنه. اما زندگی دنیاش عجیب غریب فشار عجیب. گفت که یک وقت اومدن دیدند که صابخونه اتاق اجاره کرده بود اجاره نداشت بده. چند وقت پس اومده رو چیزاش ریخت گوشه رخت خواب شد ریخت گوشه نشسته بود اونجا آقا تشریف میارن. من اصلا کنه 5 سال دیگه هم صبر کن. 5 سال زنده بود. مثلا بیشتر از زنده. اینقدر بلای مومن خوب. 5 سال دیگه صبر کن. و یه سوال کنه آقا رو گریه میندازه. عرض کن آقا شما اهل بیت پیغمبر همه جو مصیبت داشتین. اجاره کردین چی؟ حضرت رقتش میگیره یک کیسه گو پولش دادن پول خورد. دیگه این 5 سال رو از اون هر چی خرج میکرد تمام نمیشد. این 5 سال دیگه مون. چرا این دستور رو شدن که حسابش هم گریه کنه؟ چون من نمیشه آقانی کار میکنه. باید از اون شباهت پیدا کنه به اشخاص خوب. از یک راهی. از این که از سالان من حسابش هم گریه میکنه بر جد حسین این پیغمبرش دست داد. که یه قد باید شباهت پیدا کنی. ما سعی میکنیم به کفار شباهت پیدا کنیم. افتخارمونه. یک چیز باید که صلاح شباهت پیدا کن.